اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطر دوستان باشد، جلسه قبل رسیدیم به آراء مختلف درباره امامت حضرت ابراهیم علیه السلام. از مجموع کلماتی که بزرگان در خصوص امامت حضرت ابراهیم بیان کردند، بعضی ها امامت جهانی رو برای حضرت بیان کردن. مراد از امامت این که فرمود انی جاعلک للناس اماما، مراد از امامت جهانی است، یعنی حضرت ابراهیم شرایع رو همه رو در بر خواهد گرفت و ابدی خواهد بود. یکی هم امامت به معنای نبوت و پیامبریه، دیگری الگوی تمام عیار معنا کردن امامت رو، و گروهی ولایت و زعامت سیاسی بیان کردن و گروهی دیگر هدایت باطنی. این که امامت جهانی معنا کردند درباره انی جاعلک للناس اماما، این کلام درستی نیست، به خاطر اینکه اگر امامت حضرت ابراهیم جهانی بود، باید همه شرایع بعد از او نمی آمد و شریعت حضرت ابراهیم جهانی می شد، در صورتی که می بینید که بعد از ابراهیم شرایع دیگری آمده است و شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ کرده. و رأی دوم در مورد امامت به معنای نبوت و پیامبری، این نظریه از اساس باطله، به خاطر اینکه مگر ابراهیم نبی نبود، مگر ابراهیم پیامبر نبود که ما بیاییم انی جاعلک للناس اماما رو به معنای نبوت و پیامبری فرض بکنیم. الگوی تمام عیار، این معنا هم درست نیست، به خاطر اینکه خداوند متعال تمام اولیای خودش رو به عنوان الگو معرفی می کند و لذا تمام ائمه ما، تمام انبیای ما الگو بودند، در جامعه خودشون شاخص بودند، افرادی بودند که به یکتاپرستی معروف بودند و لذا خداوند متعال برای رهبری مردم بهترین افراد رو انتخاب میکند تا ایراد نشه به خداوند متعال که پیامبرت که ما رو فرا میخواند به نیکی خودش مشکل داره. لذا الگوی تمام عیار، اینا الگوی تمام عیار بودن. ابراهیم الگوی تمام عیار بود که اشاره خواهیم کرد صفاتی که در حضرت ابراهیم بوده و قرآن کریم به اون اشاره می کند. این معنا هم درست نیست که امامت به معنای الگوی تمام عیاره. ولایت و زعامت سیاسی معنای دیگری است که برای امامت در آیه قرآن بیان کردن، به معنای این که انی جاعلک للناس اماما، ما تو رو به عنوان ولی و زعیم سیاسی قرار دادیم. البته شما میدانید حضرت ابراهیم زمان نمرود بوده، زمان ظلم بوده، زمان بیداد بوده، به طوری که نمرود حضرت ابراهیم رو در آتش قرار داد. حضرت ابراهیم نبی بود، رسول بود، اما قدرت سیاسی نداشت. یعنی ما به تو قدرت سیاسی دادیم. خب حضرت ابراهیم چه سلطه‌ای پیدا کرد؟ تازه در هدایت مردم زعامت سیاسی نقشی نداره. درست است بعضی از افراد مثل حضرت یوسف زعامت سیاسی داشتن، خیلی از انبیای ما زعامت سیاسی نداشتن، مردم رو هدایت کردن، مردم اصلا اطاعت نکردن، اصلا از اونا پیروی نکردن. این که شما امام رو به عنوان ولایت و زعامت سیاسی معنا میکنید، خب باید قرینه‌ای، دلیلی، شیء محکمی باشد که ما نمیتوانیم با توجه به اینکه آنچه در تاریخ رخ داده از حیات انبیا
نمیتوانیم این معنا رو برای ولایت و زعامت سیاسی انتخاب کنیم. یکی دیگر از معانی که برای انی جاعلک للناس اماما گفته‌اند هدایت باطنیه، یعنی اینها می توانند افراد رو هدایت کنند و به سوی خدا فرا بخونند. خب این هدایت باطنی به معنای چیست؟ به معنای این است که اینا مبلغ خدان و قلبها رو تسخیر میکنن و اونها رو به خدا نزدیک میکنن. تسخیر قلب افراد چگونه است؟ اینا که هدایت باطنی دارند، یعنی وقتی با افراد گفتگو میکنن و افراد رو به دین فرا میخونن، اینها اتوماتیکوار ایمان میارن و اون چیزی رو که اون نبی یا رسول بیان میکند قبول میکنن. به معنای این است یا به معنای اینه که اینا از طرف خدا آمدن که مردم رو هدایت کنن، در قلوب اینها نفوذ کنن. چرا؟ چون انسان درستکار، انسانی که فعلش فعل یکتاپرستیه، انسانی که نورانیه، طبیعی است هر فردی که به این شخص ارتباط برقرار کنه گرایش پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل که خلق و خو، روش، حرکت، همه اینها طوریست که طرف مقابل رو جذب میکند. اینا امام قرار داده شدن که مردم رو جذب کنن برای دین و مردم رو به دین فرا بخونن، به خاطر اینکه خودشون الگو بودن و دارای ادله و براهین قوی هستن. مثل قضیه حضرت موسی وقتی با اون سحر برخورد کرد و اون عصا رو انداخت، تسلیم شدن، چون اینا یقین پیدا کردن به واسطه اون معجزه. در هر حال هر رسولی، هر نبی معجزه دارد. اگر مراد از هدایت باطنی این معنا باشد که اینا آمدن اوامر الهی رو به مردم برسانن و در مردم نفوذ پیدا کنن و مردم گرایش به اونها پیدا بکنن، این مورد قبول این معنا. همه برای این امر آمدن و همه گرایش پیدا میکنن به کسی که از طرف خدا ایمان آورده و قوه جاذبه دارد. ولی این مختص حضرت ابراهیم نیست. این هدایت باطنی رو همه داشتن. یعنی اگر شما حتی به اون پیامبری که قهر کرد، حتی حضرت یونس که قوم رو رها کرد، خسته شد، کسی ایمان نیاورد بهش، خداوند متعال او رو فرستاده برای هدایت مردم. در هر حال این هدایت رو هدایت باطنی به این معناست ما قبول میکنیم. این هدایت باطنی برای انبیاء همه هست. اما نه بیایید بگید که حضرت ابراهیم یه منصبی داشت که این منصب طوری بود که تا مردم او رو میدیدن به دین جذب میشدن، با نگاهش هدایت باطنی داشت برای مردم. این مورد بحثه، این مورد گفتگوست که باید در موردش بحث کرد. ولی در هر حال یکی از معانی دیگری که برای انی جاعلک للناس اماما معنا کردن هدایت باطنی است. یعنی حضرت ابراهیم دارای قوه‌ای بود که مردم رو به سوی دین جذب می‌کرد، مردم رو به سوی دین می‌کشید. اگر این معنا باشد، خب این معنا اصلا فلسفه فرستادن انبیا، فلسفه فرستادن رسول همین است که مردم رو به دین دعوت کنند. به نظر میاد بهترین معنا که میتوان برای اینکه حضرت ابراهیم انی جاعلک للناس اماما بیان کرد این است که خداوند متعال بعد از اینکه رسالت و نبوت رو به حضرت ابراهیم داد، منصب دیگری به او داد که منصبی بالاتر از نبوت و رسالت است.
و اون منصب این است که اولیای خدا هر کسی نمیتواند به اون مقام برسد و اون مقام خاصی است که خداوند متعال به کسانی که بعد از گذراندن دوره‌ای، حالا از امتحانات، از اون چیزهایی که خداوند متعال خودشان عز و جل در نظر گرفتن، بعد از گذراندن این مراحل این مقام رو بهشون میدهد. پس ما میتوانیم این معنا رو از آیه قرآن به دست بیاریم. انی جاعلک للناس اماما، یعنی من یه مرتبه‌ای بهت دادم که تو زعامت امت رو به عهده بگیری، اما این مرتبه زعامت بالاتر از نبوت و رسالت است، شیئی بالاتر از آن است. این معنا ظاهرش این است که از آیه قرآن این به دست میاد که ما با همین معنا سر و کار داریم. لذا ما میگیم که ائمه ما بالاتر از انبیای دیگر هستند که توضیح خواهم داد با توجه به اینکه ابراهیم این منصب رو داشت چگونه مقامش رو ما تأخیر میندازیم نسبت به مقام ائمه روحی لهم الفدا. شاید این سوال پیش بیاد که حضرت ابراهیم به چه چیزهایی امتحان شد؟ امتحانهاش چه بوده؟ اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم، قرآن میفرماید و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، ما امتحان کردیم حضرت ابراهیم رو و در مواطن مختلف و از این امتحانها موفق خارج شد. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، این چنین ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین گردد، تا به واسطه اینها اهل یقین گردد. این یکی از امتحان است. خدا همه ملکوت زمین و آسمان، یعنی حکومت مطلقه خدا رو که خدا بر هر چه حکومت مطلقه دارد نسبت به زمین و آسمان، اونها رو نمایان کرد برای حضرت ابراهیم. ابراهیم این ادله خداوند و این استدلال خداوند رو که زمین و آسمان و سیطره بر اون رو به ابراهیم نشان داد. ابراهیم اهل یقین گردید. خب این ابراهیم اهل یقین گردید یعنی ایمان آورد، به نشانه خدا پاسخ داد. خدا خواست امتحان کنه حضرت رو و اینها رو بهش نشون دهد و ابراهیم در این امتحان موفق بیرون آمد. یقین در دل او یقین ایجاد شد. یکی دیگر از مواردی که حضرت ابراهیم امتحان شد و منزه و پاک خارج شد قضیه ستاره و ماه و خورشید است که ابتدا اونها رو به عنوان پروردگار معرفی کرد. بعد که اینها غروب کردن از بین رفتن فرمود ای قوم، من از شریک هایی که شما برای خدا می سازید بیزارم. من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفرید. من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم. فلما رأى الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یکی دیگر از موارد که امتحان شد و ابراهیم موفق خارج شد مسئله شجاعت حضرت ابراهیم است. فرمود فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. وارد بتخونه شد، همه بتها رو انداخت زمین. حکمت ابراهیم رو ببینید، بت بزرگ رو گذاشت که اگه آمدن دیدن این بتها روی زمین افتاده است، سوال ازش کردن بگی شما از بت بزرگتون بپرسید، سوال کنید. لذا قرآن کریم میفرماید
سرانجام با استفاده از یک فرصت مناسب حضرت ابراهیم همه اونها، یعنی همه بت‌ها رو جز بت بزرگشون رو قطعه قطعه کرد، شاید سراغ او بیایند، یعنی از بت بزرگ بخوان که حقیقت رو بازگو کنه. ولذا اون بت بزرگ رو گذاشت. بعد که آمدن حضرت ابراهیم گفت چرا از من سوال میکنید؟ ببینید این امتحان الهی است که ابراهیم موفق خارج میشود در مقابل بت‌ها، شجاع است در مقابل دفاع از پرستش خدا، شجاع است خارج میشود و بت‌ها رو میشکند. یکی دیگر از مواردی که قرآن به او اشاره می کند حلم حضرت ابراهیم است که نشان می دهد امتحان شده و در مقابل اون حضرت ابراهیم حلم نشان داده که قرآن می فرماید ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اشاره می کند چرا که ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده به سوی خدا بود. این نشون می‌دهد امر رو به خدا وامی گذاشت، بازگشتش به پروردگار متعال بود. یکی دیگر از مواردی که امتحان شد حضرت ابراهیم و از آن موفق آمد در قضیه سخاوت است. قرآن کریم هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اشاره می کند آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ قرآن اشاره می کند به عده‌ای که مهمان حضرت ابراهیم بودند و ابراهیم اونها را مورد اکرام قرار داد، مورد اطعام قرار داد، مورد ضیافت قرار داد که امتحان الهی است. و یکی از موارد دیگر در امر به معروف و نهی از منکر بود که حضرت ابراهیم موفق خارج شد، به طوری که قرآن کریم میگوید اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. چون نسل امام حسین علیه السلام میرسد به حضرت ابراهیم و اینها رحمهای طاهری داشتن، لذا مفسرین لأبیه رو تفسیر کردن به عنوان عموی حضرت ابراهیم که این نیاز به تفصیل دارد. خدا توفیق دهد در مورد همین جمله والاصلاب الشامخه والارحام المطهره باید یه صحبت جامعی بشود انشاءالله. این اجمالش تفصیلش طلبتون. یکی دیگر از مواردی که حضرت ابراهیم امتحان شد و موفق خارج شد از امتحان این بود که بدی رو به نیکی پاداش داد. در مورد همین قضیه عموی حضرت ابراهیم قرآن می‌فرماید که قال اراغب عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. هنگامی که عموی حضرت ابراهیم گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار می کنم و برای مدت طولانی از من دور شو. خب حضرت ابراهیم در جوابش فرمود سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. یکی هم تحمل عذاب در راه خدا بود که قضیه حضرت ابراهیم و نمرود است. او رو در آتش قرار دادن. بعد قرآن فرمود در این باره این قضیه قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. قرآن میفرماید قدرت سوزاندن رو از آتش گرفتیم، گفتیم آرام باش و ابراهیم رو نسوزان. خب ابراهیم امتحان شد به واسطه فرمان خدا که خدا فرمان داده بود مردم را هدایت کن. نمرود در مقابل این امر او رو در آتش انداخت. امتحان نسبت به ذبح فرزندش حضرت اسماعیل فلما بلغ معه السعی
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فرمود که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پسرم من در خواب میبینم که تو رو ذبح کردم، چی میگی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پدرم اون چیزی رو که امر شده به تو عملی کن. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مرا صابر خواهی دید. پس یکی از امتحانهای دیگر نسبت به ذبح اسماعیل بود که خداوند متعال امتحان کرد حضرت ابراهیم رو، و یکی امتحان درباره اسکان خانوادش بود که در ضمن اینکه غریب بود و جدا شد از خانوادش، در ضمن اون خدمتتان عرض کردم. و یکی دیگر شکیبایی بر بد اخلاقی همسرش ساره است که اگر مراجعه کنید به تفسیر البیان این مورد مفصل اونجا ذکر شده است. و یکی دیگر این که با این که حضرت ابراهیم خالصانه در قبال خدا امر خدا را اجرا می کرد، خودش رو مقصر حساب می کند در مقابل خداوند متعال. و این نشانه این است که خدا انسان رو وقتی امتحان می کند، انسان خودش رو در مقابل اون رسالتی که دارد، وظیفه‌ای که دارد، خودش رو نبینه، خودش رو مقصر بدونه. در این قضیه که نبی بود، رسول بود، خودش رو بزرگ ندید، از امتحان خوب بیرون آمد، خود رو مقصر میدانست. قرآن اشاره می کند به این امر ولا تخزنی یوم یبعثون، که خدایا مرا شرمنده نکن روزی که همه را زنده می کنی. یعنی خودش رو در مقابل امر الهی مقصر می داند. در هر حال این مواردی رو که خدمتتون عرض شد و موارد دیگر در قرآن کریم نشانه آن است که حضرت ابراهیم در مواطن مختلف امتحان شده و اشاره می کند به این امتحانها. قرآن کریم البته نیاز به تدبر دارد که انسان اون امتحانها رو خارج کند، لذا قرآن کریم در مواطن مختلف با توجه به تفاصیلی که وجود دارد حضرت ابراهیم مورد امتحان قرار گرفت و در هر حال از این امتحانها خارج شد. این مواردی است که در مورد حضرت ابراهیم نقل شده که امیدواریم انشالله در جلسه بعد این موارد رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.